سلام به دوستای خوبم. امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا کانال سوم ما، کانال آموزش زبان انگلیسی با نقل قول‌های انگلیسی هست. کانال اول ما کانال آموزش زبان انگلیسی با داستان و کانال دوم ما آموزش زبان انگلیسی با آهنگ‌های انگلیسی هست که هر دوی اونها رو در پایین این صفحه قرار میدم که اگر دوست داشتید ما رو اونجا هم همراهی کنید. ممنونم از همراهی همگی شما عزیزان. بریم سراغ اولین نقل قول. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. اهمیتی نداره که چقدر آهسته حرکت میکنی تا زمانی که متوقف نشی. It does not matter یعنی اهمیتی نداره. Slowly یعنی به آرامی یا به آهستگی یا آهسته. As long as یعنی تا زمانی که، تا هنگامی که. Stop یعنی متوقف شدن، ایستادن. تا نقل قول بعدی، خدا نگهدار.